سلام، دکتر شهرام اعظمی هستم. تو این ویدیو سعی میکنم به صورت خلاصه در مورد مفصل شارکو در مچ پا و کف پای بیماران دیابتی توضیحاتی رو بدم. در بعضی از بیماران، مخصوصا بیماران دیابتی، یک اختلالی ممکنه ایجاد بشه که در زمینه اختلال جریان خون استخوان‌ها و آسیب عصب‌های پا به وجود میاد. تو این بیماران شکستگی در استخوان‌های ضعیف شده پا به دنبال یک آسیب کوچیک یا پیچ خوردن یا به صورت خود به خودی ایجاد میشه و از اونجایی که بیمار حس درد رو نداره، روی پاش ممکنه راه بره و این شکستگی به تدریج بیشتر و بیشتر بشه. اون چیزی که ما میبینیم یک پای متورمه و گاهی تشخیصش به تأخیر میفته، به خاطر اینکه خود بیمار ممکنه صرفا این تورم رو یه تورم معمولی در نظر بگیره، یا حتی پزشکانی که بررسی میکنن ممکنه متوجه نشن که این تورم در زمینه یک شکستگی در استخوان‌های پا ایجاد شده. گاهی ما یه شرایطی داریم که بهش میگیم کیسه استخوان، یعنی پا شبیه کیسه میشه که پر از استخوان‌های خرد شده است. این پای یکی از بیماران دچار آسیب شارک‌های ناحیه مچه. بیمار با تورم مراجعه کرده و چند هفته‌ای بوده که این تورم رو داشته، آنتیبیوتیک گرفته، داروهای ضد تورم گرفته، تا اینکه یکی از همکارا براش یک عکس درخواست کرده و خب توی عکس مشخص بود که شکستگی و تخریب استخوان‌های ناحیه مچ را ما می‌بینیم. یا توی این بیمار به همین صورت تورم تو ناحیه مچ پا ایجاد شده، بیمار مدتی رو پاش راه میرفته، حتی یه دوره نسبتا طولانی آنتیبیوتیک تزریقی گرفته با فرض اینکه ما عفونت ناحیه مچ داریم، ولی توی بررسی رادیوگرافی مشخص شده که در رفتگی و شکستگی در استخوان‌های ناحیه مچ و کف پا وجود داشته و درمان این آسیب آنتیبیوتیک نیست. ما درمان‌های دیگه‌ای رو باید در نظر بگیریم. این عکس هم متعلق به پای یک بیمار دیابتی هست که آسیب شارکو داشته. به دنبال آسیب شارکو یعنی شکستگی متعدد استخوان‌های ناحیه پا و تغییر شکلی که ایجاد شده، ما یک پای غیر طبیعی داریم. کف پا به جای اینکه حالت گود داشته باشه برجسته شده، در نتیجه یک زخم در میانه کف پا ایجاد شده و این زخم را بیمار چندین ماه در این ناحیه داشته. باز هم درمان این زخم‌ها در درجه اول پانسمان یا آنتیبیوتیک نیست. ما درمان‌های دیگه‌ای رو باید در نظر بگیریم. به طور خلاصه به تشخیص مفصل شارکو اشاره میکنم. اولین نکته این هست که ما به فکر این تشخیص باشیم، با فرض اینکه یک عفونت هست و با آنتیبیوتیک میتونیم تورم رو کنترل کنیم، یا یک تورم ساده هست و صرفا با بالا نگه داشتن اندام درست میشه، ممکنه زمان ارزشمند رو از دست بدیم. عکس برداری و بررسی تکمیلی میتونه ما رو به تشخیص درست برسونه و در صورتی که تشخیص مفصل شارکو بود، درمانهای لازم را در نظر بگیریم. اولین قدم درمانی عدم وزن‌گذاری به مدت چند ماه است. معمولا یه چیز حدود 3 ماه از بیمار میخوایم که روی پاش اصلا وزن نذاره، ولی از اونجایی که به هر حال ممکنه گاهگاهی بهش فشار بیاد، از بریسا و آتل‌های بادی هم کمک میگیریم تا از پا حمایت بکنه. معمولا اگر این رعایت انجام بشه، در اغلب بیماران طی این مدت استحکام به استخوان‌های آسیب دیده برمیگرده. شکل استخوان‌ها به حالت نرمالشون ممکنه برنگرده، ولی از تشدید آسیب جلوگیری میشه و استخوان‌ها به تدریج شروع میکنن به هم چسبیدن و استحکام پیدا کردن. در مواردی از مفصل شارکو که مرحله حاد و اولیش به اتمام رسیده، تغییر شکلایی که تو استخوان ایجاد میشه ممکنه نیاز به درمانهای تکمیلی داشته باشن. در مواردی که زخم روی برجستگی‌های استخوانی که اغلب در کف پا هستن ایجاد میشه، میتونیم با برداشتن برجستگی استخوانی زیر زخم و استفاده از کفش و صندل‌های قالب‌گیری شده به ترمیم زخم کمک بکنیم. طبیعتا مهم هست که کفش و صندل قالب‌گیری شده قسمتی از درمان باشه و صرفاً جراحی نمیتونه تمام مشکلات رو حل بکنه.
یکی از درمانهایی هم که در موارد شدید آسیب شارکو انجام میشه آرترودز یا همون خشک کردن مفاصل آسیب دیده هست. این تصاویر مربوط به پای یکی از بیماران مبتلا به آسیب شارکو است. مچ پا کاملا ناپایداره و در تمام جهات به راحتی حرکت میکنه. بیمار روی پاش نمیتونه عملا وایسه و با وزن‌گذاری مچ پا انحراف پیدا میکنه. توی رادیوگرافیش هم نکته‌ای که میتونیم ببینیم این هست که استخوان تالوس که باید این ناحیه قرار گرفته باشه و در سمت مقابل وجود داره، عملا با راه رفتن و خورد شدن و تجزیه شدن و احتمالاً خارج شدن از زخم‌هایی که توی این ناحیه وجود داشته از بین رفته. تو این بیمارا ما از روش‌های جراحی استفاده می‌کنیم تا استحکام و پایداری را به مچ پا برگردونیم. در اغلب بیمارانی که مفصل شارکو دارند و دچار دیابت هم هستند، به خاطر جلوگیری از عوارض احتمالی ما از الیزاروف استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا حد ممکن داخل استخوان‌های مچ پا هیچ وسیله فلزی کار نذاریم و این داربست فلزی هم بعد از حدود 4 تا 6 ماه خارج میشه و معمولا در صورتی که پایداری مناسب ایجاد شده باشه بیمار میتونه راه رفتنش رو با استفاده از بریس های مناسب شروع بکنه. این هم تصاویر بیماری هست که به خاطر ناپایداری شدید مچ پا دچار زخم‌هایی در ناحیه کف پا و نزدیک قوزک داخلی شده. با استفاده از الیزاروف استخوان‌ها رو به حالت عادیشون نزدیک کردیم و بیمار در صورتی که روند درمانی رو طبق روال عادی طی بکنه و استخوان‌ها به هم جوش بخورن، بعد از حدود 4 تا 6 ماه میتونه با استفاده از بریس راه رفتنش رو شروع کنه. این هم تصویر بیمار دیگه هست که زخم طولانی مدت در کف پا داره. آسیب شارکو این بیمار در ناحیه میانه پا هست و با توجه به اینکه ناپایداری شدیدی توی ناحیه وجود داشت، صرفا تراشیدن برجستگی استخوانی نمیتونست درمان کاملی باشه. ما از الیزاروف برای پایدار کردن مفصل ناحیه آسیب دیده استفاده کردیم. در نهایت بعد از حدود 4 تا 6 ماه الیزاروف خارج میشه و در صورت ایجاد پایداری استخوانی کافی در ناحیه مچ پا یا میانه پا که در بیش از 90% بیماران به این هدف میرسیم، بیمار راه رفتن را میتونه شروع بکنه. این فیلم مربوط به بیماری است که به مدت حدود 5 سال به خاطر ناپایداری شدید مچ پا راه نمیرفته و تونستیم با استفاده از الیزاروف پایداری را به مچ پا برگردونیم و اولین روزی است که الیزاروف باز شده و بیمار با استفاده از ایرکست شروع کرده به راه رفتن. به طور خلاصه بعد از تشخیص آسیب شارکو در ناحیه مچ و پا سعی می‌کنیم که با عدم وزن‌گذاری و البته استفاده از انواع برس‌ها جلوی پیشرفت بیماری بگیریم و پایداری رو به ناحیه آسیب برگردونیم. در قدم بعدی در صورتی که عوارضی ایجاد بشه مثل زخم‌های طولانی مدت روی برجستگی استخوانی، با جراحی برجستگی‌ها رو برمی‌داریم و در درصد بسیار زیادی از بیماران زخم‌ها دیگه قابل کنترل میشن به شرطی که بیمار از کفش و صندل‌های مناسب قالب‌گیری شده برای پاشون استفاده بکنه و در موارد شدیدتر که ناپایداری زیاد هست از الیزاروف و سایر روش‌ها برای ایجاد پایداری مجدد توی مفصل استفاده می‌کنیم. با تشکر.